امید من به اوست که میگویند در جهان طبیعیات چیزی نیست که نداند. من نیز چنین شنیدم، دستش شفا میدهد. بسیار رنجور شده. شیخ الرئیس بو علی سینا را میگویید؟ شاهزاده را میگویم. چه بودند؟ یکیشان محمد سهلی وزیر خوارزمشاه. و آن دیگر؟ از خواجگان درباری. راجع به چه سخن میگفتند؟ اگر میخواهی شغل جدیدت را محفوظ بداری چون تندیسی از سنگ باش، همسنگ دیوار، درست وقت آن که کسی از این دالان میگذرد. چنین بودم، اما سخنانشان را شنیدم. سنگ که گوش ندارد. مطبخی میگفت یک بوقلمون چاق. میگویم پس بگو بر سر مأمون ابن محمد چه آمده؟ شیخ الرئیس کیست؟ وای بر تو، هرگز اجازه نداریم نام شاهزاده را بشنویم، چه رسد به آنکه نام ایشان را بر زبان برانیم. امشب وقتی مهتاب بتابد به واقع سنگ خواهی شد. تو از مطبخ شاه بوقلمون میروبایی و سنگ نمیشوی. میگویم بگو، دردم بگو، وگرنه نام او را دوباره بر زبان میرانم. مأمون ابن محمد. شاهزاده بیمار شده است. این را که تمام مأموران میدانند. بیماریش چیست؟ چون سنگ بیست. چه وهمی گرفته است دربار را. درست هنگامی که شویم در خوارزم نیست. چگونه میتوانم شاهزاده را از فریاد زدن منع کنم؟ اخبار قصر بیرون نمی رود بانو. خواجگان درباری همه میدانند. مشاطه میگفت یک چین بر دو چین جبینم افزوده. شاه بانو چون همیشه زیبایند. آیا با کنیزکانم رفتاری نابهنجار داشتم که از شاه پسرزاده‌ام چنین اسیر بیماری شده؟ هرگز. آیا برای رنج و ادبار رعایا اشک نریختم؟ هیچ مادری برای فرزندش چنین اندوهگین نبوده که من هستم. تارهای سفید میان گیسوانم به چهر رسید. نگهبانان اینجایند، از گیسوانتان سخن مگویید. آنان جزی از دیوارند، گوش ندارند. این ننه‌اش بود؟ در قصر باید سرت را محکم نگه داری. جلادان تیغ‌های آخته دارند. شاه بانو بود. بیماریش چیست؟ شاه بانو؟ پسرش. شاهزاده. یارای شنیدنش را نداری. مطبخی میگفت یک بوقلمون. میگویم. دردم بگو. شاهزاده می انگارد که گاو است.
باید به لشکریان بپیوندی. نگهبانی در قصر برای تو اصلا صلاح نیست. اما من از مطبخی هیچ نشنیدم. هیچ نشنیده ای؟ حتی یک کلام. پس بوقلمون چه بود؟ کدام بوقلمون رو میگویی؟ قسم میخوری که هیچ چیز نشنیده ای؟ به نام مأمون ابن، به نام شاهزاده قسم که هیچ نشنیدم. پس چون سنگ بایست. اکنون چه مراسمی دارند؟ بایست. شاه بانو، اندوه خود را مخفی کنید. وزیر خوارزمشاه اینجایند. پاینده و پابرجا باد خوارزمشاه. اکنون که شاه خوارزم را ترک گفته، بانو و مادر فرزند او تصمیم نهایی خیش اعلام کنند. شیخ الرئیس بوعلی سینا دعوت ما را پذیرفته و برای معالجت شاهزاده آمده. به او عرض کردم شاهزاده هیچ نمیخورد جز علف. وزیر معظم، لطفاً این کلمات را نزد من بر زبان نرانید. چاره جز صراحت نیست بانو، مرا عفو کنید. شیخ گفت جز آن که میگویم راهی برای نجات او نیست. او را آماده ذبح کنید تا بیایم. آماده ذبح؟ خواجگان، تقاضایم این است که وقت آمدن حکیم جز آنچه او میخواهد بر زبان نرانید. روی مذبح.
شاگرد قصاب. بله استاد قصاب. شاگرد قصاب. بله استاد قصاب. شاگرد قصاب. بله استاد قصاب. شاگرد قصاب خونش باید در تشت طلا بریزد. تشت طلا حاضر است استاد قصاب. داست‌های گاو را ببندید. گاو را باید ذبح کرد و به مطبخ فرستاد. لاغر است، شکمش خالی است، جز استخوان ندارد. این گاو اصلا به کار مطبخ خوارزمشاه نمی آید، اما استاد ذبحش کنید، جای دیگر نیز قول و قرار داده اید. چنین گاوی را هرگز ذبح نمی کنم. برخیزید، برخیزید، ببریدش گاو دیگر بیاورید. برخیزید. از لاغری گویی بوزی نیست، نه گاو. پس با این گاو لاغر چه کنیم؟ باید فربه شود. با علوفه؟ با علوفه هم فربه نمی شود، بیمار است. من داروهایی را می شناسم که باید به او خوراند. صاحبش بیاید تا به او بگویم. گویا صاحبش این مرد باشد. استاد قصاب، جز این گاو در این خانه نیست. پس برویم جای دیگر کاسبی کنیم. ریسمان شاه باز کن برویم. برویم. این بار بخت با تو بود. برویم. استاد قصاب، به راستی او را ذبح نمی کنید؟ اگر فربه شد چرا؟ امیدی برای فربه شدنش هست؟ آری باید دارو بخورد با غذای انسانی. صاحبش شمایید؟ آری، و جز این گاو لاغر ندارم. چه دارویی باید به او خوراند؟ بر پی من بیایید تا بگویم. برویم. دو سوار به آرامی می آیند. نگارا باید سری داشته باشند. دین و یراق دارند. پشت اسب علوفه بستند. پس راهی دراز آمدند. برویم
بر سر راه چه میخوری؟ برخیز سفرات را برچین. اون بسته علف را از پشت اسب به زمین بیانداز، چون چند بز داریم که گرسنه‌اند. از سر راه برو کنار. کجا؟ به کجا می روید؟ مگر این راه به گرگانج نمی رود؟ راه که نمی رود، راه سر جایش لبیده. شما به کجا می روید؟ کجا می روید؟ به صلاح دارد که جواب بگویید. زندگی را خیلی جدی میگیرید. در محاضره اید. به گرگانج، به دربار خوارزمشاه. ترکان را به دربار راه نیست. با فرستادگان رسمی سلطان معظم سلطان ترک محمود غزنوی هستیم. نامه‌ای با مهر وی برای ورود به خوارزم داریم. آن علف از پشت اسب به زمین بیاندازید و پیاده شوید. کجاست نامتا؟ شاید مهر سلطان باشد. باید راست بگویید. ترکان راست میگویند. 5 دینار بدهید و بروید. شما از فرستادگان سلطان ترک باج میخواهید؟ اگر خود سلطان محمود هم بخواهد از اینجا عبور کند باید 5 دینار بده. خب راه باز شد، بروید.
سلام بر فرستادگان سلطان معظم محمود. سلام سلطان بر خوارزمشاه و وزیر دانشمند او. نامه ممهور به مهر سلطان را خواندم. سلطان دانشمندان خوارزم را طلب کرده و پیش از همه شیخ الرئیس بوعلی سینا را. سلطان ترک، سلطان معظم محمود هیچ نکویی خوارزمشاه را بی پاسخ نخواهد گذاشت. بی تردید. اما فرستادگان سلطان نیک می دانند که سلطانشان گوهری طلب کرده که جز شاه خوارزم هیچ تنابنده ای یارای پرداخت آن را ندارد. پس باید تا بازگشت او به خوارزم در انتظار بمانید. تا کی؟ امروز خبر آوردند که شاه 3 روز دیگر به خوارزم باز می گردد. 3 روز را میمانیم. اما آیا پادشاهتان آنچه را که سلطان طلب کرده خواهد داد؟ 3 روز را در قصر بیاسایید. آری، به شرط آنکه وزیر دانشمند اطمینان بدهد که سلطان به طلب کردهش دست خواهد یافت. سلطان آنچه را که می طلبد به چنگ می آورد، حتی اگر چند سالی دیرتر باشد. وصف سلطانتان را شنیدم. در این باب باید رأی شاه را بدانم. هیچ بد نبود که سلطان خوارزم به جای 3 روز 1 ماه دیگر می آمد. آرام باش، نترس. استاد از مردن میترسد. خیر، او نه از حیات تصوری دارد و نه از مرگ. ترس او یک انفعال غریزی است، اما نمیمیرد. نگران نباش، زنده میماند، به شرط آنکه بگذارد این ورید را ببندم. سلام. سلام. تیغی مرحمت کنید. انسان است که به نفس خیش و لاجرم به حیات خیش آگاه است و می‌داند که روزی حیاتش به پایان می‌رسد. احسنت. و لاجرم به مرگ خیش. اگر مطلبی بسیار مهم نبود هرگز مزاحم اوقات شیخ نمی شدم. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. مزاحم نیستید وزیر دانشمند خوارزمشاه. منت گذاردید. اگر مرا احضار می کردید باز منت داشتم و می آمدم. مطلبی بسیار مهم دارم. مرا عفو بفرمایید. امروز موضوعی تمام ذهنم را اشغال کرده. در پی چه می‌گردید استاد؟ جوانی اینجا بود. اجازت فرمایید. خادم را من مرخص کردم. می‌خواستم در خلوت سخن بگوییم.
مطلب باید در باب شاهزاده باشد. حالش چگونه است؟ امروز در باغ گردش می‌کند. خب الحمدلله. احوالش بسیار خوب است. خدا را شکر. دیگر صدای گاو نمی کند؟ دیگر از گاو سخن نمیگوید. دیگر هیچ نمیگوید. این نشانه بدی است؟ نشانه بهبودی است. در خود غور می کند تا خود را بیابد. بگذارید در خود و به خود بیندیشد. وقتی جسم رنجور می شود، روان که باید بار گرانی جسم را به دوش بکشد، اگر بردباری اندک داشته باشد پریشان می شود. گرچه به ذات این دو از یکدیگر مستقلند، اما بالفعل پیوندی استوار دارند. خبری خوش بود. اکنون قدری آسوده خاطر شدم. پس دیگر خود را گاو نمی داند. مطلبی مهمتر از بیماری شاهزاده دارم. سهلی، من نیز می خواهم رازی را برایت بگویم. در آب این عنصر حیات بخش موجوداتی هستند ناپیدا که بیماری میزایند. در این باب بسیار تجربه کردم و هنوز به قطعیتی نرسیدم. آنچه میخواهم بگویم از آب نیز مهمتر است. گمان ندارم مهمتر از آب عنصری باشد. این اندیشه که چه رمز و رازی در آب است سالهاست مرا در بر گرفته. دو پیک از سوی محمود غزنوی آمدند که تو را به دربار او ببرند. سهلی، همانطور که ذات الجم و سل از خاک میزایند، بسیاری از بیماری ها از آب منشأ میگیرند. شاید روزی آیندگان آن راز و رمز آب را بشناسند. به سخنان من اعتنا نمی کنید. مرا عفو کنید. هرگز قصدم بی اعتنایی نبود. گویا در باب شاهزاده سخن می گفتیم. عشق مرضی است سوداوی شبیه به مالیخولیا که انسان آن را به علت مسلط کردن فکر خیش به بعضی از صور به نفس خیش جلب می کند و شهوت جسمانی نیز به آن مدد رساند. علامت آن گودی، خشکیدن، بی‌آبی چشم و حرکت دائمی پلک است. دم مریض در این هنگام زیاده و کثیر الانقطاع می شود و به همین علت آه بسیار می کشد. اعضای او فرو ریخته و لاغر می شوند، جز چشمش که با آنکه به گودی می افتد پلکهایش به علت بیدار خوابی و کثرت گریه درشتر می شود. اگر نظرتان به شاهزاده است؟ نظرم دقیقاً به اوست. گرچه دیگر خود را گاو نمی یابد، اما موجد مرضش به درستی عشق است. تا آن علاج کامل نیابد این علاجی نمی یابد. حکیم، شاهزاده را فراموش کنید. ممنونم. سهلی با من بیا. اکنون آب تمام ذهن مرا اشغال کرده. حکیم، سلطان محمود تو را از خوارزمشاه طلب کرده. سهلی، هرگز اندیشیده ای که آب، این عنصر زلال و شفاف، در خود دنیای نامرئی دارد؟ خواست من آن بود که شیخ را همیشه در خوارزم نگه دارد. چون بماند میگندد و زلال است تا روان است. گمانم این است که خوارزمشاه تو را به محمود پیشکش کند. محمود؟ کدام محمود؟ سلطان محمود غزنوی. عفو بفرمایید، در آب غوطه ور بودم. گویا می گفتید تا عمر دارم باید از این غزنه‌ای بپرهیزم. نظرتان درست است. سالها پیش عزیزی دیگر مامم نیز این سخن را به من گفت.
اما اکنون مناسبت این سخن چیست؟ محمود غزنوی پیک‌هایی به خوارزم فرستاده و کسانی را از شاه خوارزم طلب کرده، چون شیخ الرئیس بوعلی سینا، شیخ ابو ریحان بیرونی، ابو نصر عراقی، ابو سهل مسیحی و چند تن دیگر. میدانم که اکنون ذهن فارغ از آب ندارید، اما به سخنم گوش دهید. ایلک خان و دیگر امیران ترک وحشتی در دل خوارزمشاه انداختند. رعب من از آن است که به خواست محمود تن در دهد. پیکی نیز برای بیرونی فرستادم و او را از ماندن در خوارزم برحذر کردم. نظر من بر این است که شیخ از خوارزم هجرت کند. باید بگریزید. اگر آزادم که از دربار خارج شوم، هنوز شاهزاده بهبود کامل نیافته. آری، به رأی من آری، اما قبل از این که شاه از شکار بازگردد، که در آن صورت رأی من کارساز نیست. سهلی، پس باید دیار خوارزم را ترک گویم. آری، میگویم آری و میگویم افسوس. نیت من آن بود که مدرسه‌ای بسازم در گرگانج. تو را شاگردان بسیار می آمدند، یکیشان محمد سهلی. اما افسوس. بدرود. دوریتان برایم سخت است. اگر شاه بداند مطلب را به شما رسانده‌ام، از انتقام او در امان نخواهم بود. بدرود. بدرود. چون بماند میگندد و زلال از تا روان است. صفه را 4 درجه به شرق بچرخانید. هنوز اسد را ندیدم. ممنونم جوان. اوست. سلام بر شیخ ابو ریحان بیرونی. سلام بر حضرت عالی که نامتان را نمیدانم و سلام بر ابو سهل مسیحی، استاد و معلم من. بنده نوازی کردی. سلام بر تو بیرونی. امشب آسمان صاف است. شگفتا بر این آسمان.
شگفت امشب دارد یا هر شب؟ بیرونی میدانی او کیست؟ تو که شیفته به آسمانی، او نیز آسمانی از علم است. کسی که در جوار شما بیاید بیشک چنین است. من در جوار ایشان آمدم، دینی داشتم به تو. باید تو را با شیخ الرئیس ابو علی سینا آشنا می کردم. آیا او؟ آری هموست، حجت الحق شرف الملک شیخ الرئیس ابو علی سینا. استاد، شفاعت من نزد او کنید که در مقابل او از آسمان سخن گفتم. میگویند استاد بیرونی ستارگان را چون تسبیحی در دست میشناسد. شیخ بیرونی مرا نیازمایید. او علی به داشتن علم ادب اشتهار ندارد. تعارفات را کم کنید. پیش از دمیدن فلق باید گرگانج را ترک کنیم. میدانی سلطان محمود ترک عزم تسخیر این دیار را کرده. پیغام وزیر دانشمند خوارزمشاه برای من رسید. ولی استاد مسیحی، من چگونه میتوانم رصدخانه ای را که با خون دل فراهم کرده ام رها کنم و از ترس سلطان محمود بگریزم؟ افسوس باید دل برکنیم. رخصت میدهید نزدیک شوم؟ بفرمایید. افسوس تا زمانی که شاهان و امیران خویش را مالک جان و ناموس رایا می‌دانند، علما چون زینت‌های دربار مبادله می‌شوند. چنانچه بخواهی مجلسی داشته باشی و کلاس درس و مکتبی و رصدخانه‌ای جانت در امان نخواهد بود، مگر آنکه سایه امیری بر سرت باشد. آنگاه آن امیر روزی تصمیم می‌گیرد تو را مبادله کند. اگر گردن ننهی زندیق هستی، یا کافر، یا مزدکی، یا اشتراکی، یا مانوی و خونت مباح است. شیخ بیرونی، رأی من نیز این است که از گرگانج بگریزیم. همسفری برای من با شیخ بوعلی سینا مغتنم است. اما رصدخانه را چه کنم؟ برای چه سالها به خاطرش خون دل خوردم؟ اکنون چگونه واگذارم و برم؟ برویم، باید وسایل سفر آماده کنیم. هنگام فلق بر دروازه شهر در انتظار تو هستیم. بدرود. با امید دیدار. بدرود. باید این رصدخانه را توأم با دریوزگی امرا بخواهم. پس وای بر من. جهت ما شایسته نیست در جستجوی برهان برای اثبات پروردگار باشیم و درباره او و آفریدگانش استدلال کنیم، بلکه سزاوار آن است از امکان آنچه که موجود است و عقلاً وجودش جایز شده چنین استنباط کنیم که او موجودی است نخستی، واجب الوجود و وجودش عین ماهیتش است. آیا فعل شر یا فعلی که مخالف حکمت است از مبدأ خیر صادر می شود؟
شر ملازم با جهان طبیعیات و بالعرض است به خیر. هرچه که موجود است اعم از اینکه خیر باشد یا شر از او موجود است، ولکن پروردگار فقط راضی به خیر است. و اگر این جهان را بنابر شری که ملازم آن است موجود نمی کرد، خود بزرگترین شر به شمار می رفت. ممکن نیست جهان از آنچه بالفعل است بهتر و بدیتر باشد. شیخ بیرونی، رصدخانه را فراموش کنید.